سلام، صبحتون بخیر. چند تا نکته خیلی زیبا، خیلی کاربردی کتاب جادوی فکر بزرگ. مسئله‌ای که حقیقتاً حائز اهمیت باشد میزان هوش شما نیست، بلکه نحوه به کارگیری آن است. تفکری که نسبت به هوش خود دارید بسیار مهمتر از میزان بهره هوشی شماست. علاقه و اشتیاق عامل کلیدی موفقیت حتی در زمینه علم و دانش است. موضوع مهم این مبحث سر اشتیاق، سر علاقه، سر باور، سر ایمان، سر اینکه هر کاری که ما میخوایم آغاز کنیم، شروع کنیم، اگر توش ذوق باشه، شور باشه، اشتیاق باشه، ایمان باشه، باور باشه، قطعاً به نتیجه میرسه. امیدوارم هممون تو هر کار خوبی که آغاز میکنیم به نتیجه های خیلی نامبروان برسیم.